برای اینکه بتونیم این شلوار رو تبدیل به شلوار پاچه گشاد کنیم باید پنسمون رو بیاریم روی خط اتومون انتقال بدیم. یعنی اینی که من الان این پنس رو میارم اینجا و با همون قد 9 تا 10 سانتی که قبلا داشتم پنس رو اینجا انتقال میدم به این شکل. باز دوباره این ام و این یو. میخوام با مفهوم ام و یو کاملا آداپته بشید. خب فاصله بین خط باسن و بلندی بالاتنه شلوارم رو هم نصف میکنم. 1/2 1/2 و یه خط جدید میکشم به این شکل. در قسمت پشت همین اندازه‌ای رو که از قد بلندی بالاتنه شلوارمون رفتیم بالا، از بلندی بالاتنه شلوار در پشت هم میریم بالا. یعنی در واقع باز دوباره این قسمت میشه ام و همون اندازه اینجا میشه یو و میام موازی یه خطی براش خط چینی رو در نظر میگیرم به این شکل. از مرکز پنس پشت شلوار یه خط چینی میکشم به این نقطه، همین خط جدیدی که الان رسمش کردم. یعنی از انتهای پنسم خط رو وصل میکنم به این نقطه. پس 2 تا خط چین دارم الان اینجا برای بریدن. خب در این قسمت برای برشش اول پیشو انجام بدیم. میایم این خطی رو که کشیده بودیم رو میچینیم به این شکل. یک پای پنسمون رو هم میچینیم و مابقی این خط رو از پایین به سمت بالا میچینیم. حالا الان پنس رو کاملا میبندیم و پایین این تکه کمی باز میشه به این ترتیب. این تکه بالای پیش شد. تکه پایین رو از خط اتو میچینیم در اون قسمت 0 نگهش میداریم. اجازه بدین من یه ذره الگوی پشتم رو بذارم اونور که اینجا کامل دیده بشه. مرسی. خب من میخوام اینجا 10 سانتی متر فضا بدم بهش. یه تیکه کاغذ رو میذارم زیر کارم به این شکل. یک طرفش رو میچسبونم. اگه کاغذتون کوتاه‌تر بود میتونید بهش یه تیکه اضافه کنید، اگر نه که کافی بود که هیچی. در واقع من دارم از ضایعات کاغذم استفاده میکنم برای اینکه بتونم صرفه‌جویی بیشتری در کاغذ انجام بدم. میدونید دیگه برای هر کاغذی درختی بریده میشه و ما خیلی باید رعایت کنیم این قسمت رو. یک طرفش رو کاملا فیکس میکنم و 10 سانتی متر فضا اینجا براش میذارم. وقتی این فضا رو میذارید حتما وسطش رو هم مشخص کنید. یعنی ببینید من الان یه 10 سانتی متر اینجا یه خط میکشم و وسطش رو هم مشخص میکنم. در واقع 5 سانتی متر 5 سانتی متر به این شکل. این طرف رو وقتی میخوام بچسبونمش روی اون
در واقع 10 سانتی متر. همونطور که میبینید یک کمی اومده بالاتر به خاطر اینکه حالت پرگاری به خودش گرفته. فاصله 5 سانتی متر رو رعایت کنید و بچسبونید. بعدا این خط پایینش رو ترمیم میکنید. حالا این خط پایین به این شکل ترمیم میشه دیگه، دوباره از وسط به سمت این ور خواهد رفت. در پهلوها به هر طرف 5 سانتی متر اضافه میکنم. دوباره یه تیکه کاغذ میچسبونم اینجا و 5 سانتی متر عوضمان در واقع به پهلو میدم. دارم از پهلو هم گشاد میکنم. ببینید پای شلوارم رو کامل دارم گشاد میکنم. برای 5 سانتی مترایی که در پهلو دارم بهش اضافه میکنم حتما باید پرگاری بشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر عددی که هستن رو پرگاریش میکنم به سمت بیرون و به این شکل پهلوی شلوارم دوباره در قسمت دمپا افتادگی نخواهد داشت. خط کشم رو میچرخونم و به شکل پرگار انجامش میدم. 5 سانتی متر من میخوام که دمپای شلوارم رو اضافه کنم. در قسمت پهلو، یعنی در قسمت داخل پا و پهلو، ما میخوایم از هر طرف 5 سانتی متر اضافه کنیم. کاغذمون رو چسبوندیم و میایم به شکل پرگاری این کار رو انجام میدیم. یعنی اینی که باید اندازش رو بگیریم و به شکل پرگاری، برای اینکه در واقع پهلوهای پای شلوارمون آویزون نباشه این کار رو به شکل پرگار انجام میدیم. فقط اینکه دست من بره زیر این که بشه از روی میز بلندش کنم. خب هر اندازه‌ای که هستش در قسمت پهلو رو اندازه میگیریم و همون رو به طرف مقابل به سمت بیرون امتدادش میدیم. به این شکل روش 5 سانتی متر علامت میزنیم و وصلش میکنیم به فاق شلوار. خب در این قسمت هم، این قسمت پهلو هم همین کار رو براش انجام میدیم. تو چسب زدن صرفه جویی نکنید برای اینکه وقتی بلندش میکنید راحت بتونید جا به جاش کنید. اینجا هم میخوام 5 سانتی متر اضافه کنم. البته من اگر الان این تیکه رو بچینم میتونم از همین برای پهلوم هم استفاده کنم و از کاغذم هم صرفه جویی کرده باشم. خب دوباره اینو میچسبونم توی این قسمت و همون عملیات رو براش انجام میدم. یعنی اینکه پرگاریش میکنم و 5 سانتش رو به پهلو هم اضافه میکنم. هم داخل پا 5 سانتی متر اضافه کردیم، هم پهلو و قسمت وسط رو هم که برش زدیم و این 5 سانت رو بهش اضافه کردیم. دوباره پرگاریش میکنم
میچسبه روی میز و یه کمکی بد قلق میشه. درستش کنیم و پرکارش کنیم. خب اینجا هم 5 سانتمون رو علامت میزنیم. پس یادتون باشه هر هلالی رو خواستید بکشید به طریقه پرگاری باید بکشید که در واقع این خطا میزون هم اندازه هم باشه. به این شکل. خب همین کار رو هم برای پشت شلوارمون باید انجام بدیم. برای پشت شلوار هم همین کار رو باید انجام بدیم. تو قسمت پشت شلوار هم باز دوباره این خط رو میچینیم، این خط رو میچینیم، پنسمون رو میبندیم و در واقع باز دوباره این خط رو میچینیم که برای اینکه بازش کنیم. بذارید این کار رو انجام بدیم، بعد برای قسمت های بعدیش دوباره اقدام کنیم. اینجا هم دوباره تا انتهای پنس چیده میشه، از این طرف تا انتهای پنس هم بسته میشه. اینجا یکی از این پاها رو باید میچیدیم و پنسم رو میبندم. کمی این قسمت باز میشه. باز اینو میذارمش کنار و خط اتوی پشت رو میچینم. برای قسمت بالای خط اتو که میخوام بچینمش باید عمود بر خط زانو یه خط چینی براش بکشم. پس تو قسمت چیدن برای قسمت پشت یادمون باشه که عمود بر خط زانو یه خط چینی رو به سمت بالا میکشم و اون خط چیده میشه. خط اتو از زانو به بالا چیده نمیشه به این شکل. پس عمود بر خط زانوی خط کشیدم. در امتداد خطم این چیده میشه.